تست لوپامپدانس مدار آشپزخونه، ولتاژی که داره به ما نشون میده 197 ولت و 3 سیم رو داریم، یعنی ما هادی حفاظتی 0 و ارج رو داریم. اما وقتی دکمه تست رو فشار میدیم با اویل مواجه میشیم، یعنی در واقع یک جای مدارمون باز هستش. اینو میایم بررسی میکنیم و این مقدار افت ولتاژ رو الان با ولتاژ که داره به ما میده رو الان با مولتیمتر هم اندازه میگیریم ببینیم چه مقداری داره به ما نشون میده. حالا ولتاژ رو با مولتیمتر هم اندازه میگیریم ببینیم چه ولتاژی رو به ما داره میده. خب 220 ولت رو با مولتیمتر داره به ما ولتاژ میده، ولی مولتی فانکشن در واقع عدد پایین‌تری داره به ما نشون میده. ارتباکسش رو باز کردیم و با این صحنه روبرو شدیم. هادی اتصال زمینش اصلا متصل نبوده. در واقع جریانی که از هادی حفاظتی توسط مولتی فانکشن تزریق میشه بایستی وارد جمپر شینه 0 بشه و از اونجا توسط هادی فاز برگرده و چون اون جمپر و این اتصال زمینش برقرار نیست مدار باز رو به ما نشون میده.